والفرقان. وقتی اینها را شیطان پرسان کرد گفت پروردگارا فما کتابی، وقتی مرا تا به قیامت مهلت میدی کو کتاب من، کو رسولان من، کجاست آن آل و اسبابی که من هم از اونها کار بگیرم نسبت به گمراهی انسانها؟ فما کتابی، کتاب من کجاست؟ قال کتابک الوشم، خدای تبارک و تعالی میگه ای شیطان، ای ابلیس، کتاب تو خالکوبی است. کسانی که خالکوبی میکنن. و بعد و قرائتک الشعر، کسانی که اشعار لهو و لعب به زبان میآورن، این قرائت توست که برای اونها تلاوت میکنی. و رسولک الکهانه، پیامبران تو فالبین ها هستند، جادوگرها هستند. کسانی که سحر و جادو میکنن اینها پیامبران و فرستاده های شیطان در روح زمین می باشند. و طعامک ما لم یذکر اسم الله علی، و طعام تو ای شیطان طعامی است که بر او طعام ذکر پروردگار عالم نباشد. چون در روایات داریم در ابتدای غذا اگر کسی بگوید بسم الله الرحمن الرحیم و در پایان غذا بگوید الحمدلله، امید است که خدای تبارک و تعالی از این خوردن غذا از او پرسان نشود. اول بسم الله، آخرش الحمدلله. و شرابک کل مسکر، نوشیدنی های تو هر چیز مست کننده است، یعنی شراب به غیر هر آنچه دیگری که باشد. و صدقک الکذب، راستگویی تو ای شیطان دروغ هست، وظیفه تو دروغ گفتن هست. و بیتک الحمام، خانه تو حمام هست، حمام خانه شیطان. و مصایدک النساء، شکارگاه تو یعنی دامهای فریبنده تو النساء، زنها هستند. و مؤذنک، مؤذن تو، الله اکبر، مؤذن خدا کو کسی که صدا می کند حی علی الصلاح حی علی الفلاح. مؤذن تو کیست؟ و مؤذنک المزمار، مؤذن تو آله و اسباب موسیقی هست، صدا می کند. اخیرش می فرماید و مسجدک، مسجد شیطان کجا هست؟ الاسواق، بازارها، جای چم و فریب و حیله و سود و بالآخره و غیره و غیره. این حدیث قدسی هست که در اینجا ذکر شد مؤذن شیطان، یعنی صدا کننده. به چه وسیله شیطان صدا می کند پیروان خود را؟ المزمار، به ساز و موسیقی و به اینها.